بزرگ والدین این است که با کودک لجباز چگونه رفتار کنم تا به حرفم گوش دهد. پس در این ویدیو راه مقابله با کودک لجباز را به شما آموزش میدم. تا انتهای ویدیو ما را دنبال کنید، لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. برای بهتر فهمیدن والدین ابتدا باید از لجبازی تعریف کنیم. امتناع از تغییر فکر، رفتار و یا عمل تحت هر گونه فشار خارجی را لجبازی گویند. راهکارهای مقابله با کودک لجباز. شماره اول: بحث نکنید. کودکان لجباز همیشه آماده مشاجره با شما هستند. بنابراین این فرصت را به آنها ندهید. به عوض به حرف فرزندانتان گوش دهید. بحث و جدال را به گفتگو تبدیل کنید. با کودک لجباز ارتباط برقرار کنید. فرزندانتان را به انجام کاری مجبور نکنید. این باعث می شود که بیشتر لجباز شود. اگر می خواهید که تلویزیون تماشا نکند و تکالیف خود را انجام دهد، سعی کنید مدت کوتاهی با وی تلویزیون تماشا کنید و پس از مدت کوتاهی از وی بخواهید تا تکالیف خود را انجام دهد. چند گزینه برای انتخاب ارائه دهید. دستور دادن به کودک لجباز راه برای شعله‌ور کردن سرکشی او است. در عوض گزینه‌هایی را پیشنهاد دهید تا یکی از آنها را انتخاب کند. انتخاب را محدود نگه دارید تا فرزندتان گیج نشود. فرزندتان را درک کنید. از دید فرزندانتان به موضوع مورد نظر نگاه کنید و سعی کنید بفهمید چرا این گونه لجبازی می کند. آرامش خانه را حفظ کنید. یادتان باشد که بچه‌ها با مشاهده کردن یاد می‌گیرند. بنابراین در خانه با همه افراد به خصوص همسرتان مؤدب باشید. از بحث، جدال، داد زدن و توهین کردن در مقابل کودک اجتناب کنید. با کودک لجباز مذاکره کنید. سعی کنید به جای وضع قانون با کودک مذاکره کنید. به طور مثال کودک می‌خواهد به 2 داستان گوش دهد. با وی بفهمانید که یک داستان امشب گوش دهد، داستان بعدی فردا شب. قوانین پاداش و تنبیه وضع کنید. کودکان لجباز برای رشد به قوانین و مقررات نیاز دارد. بنابراین مرزهای دقیق را تعیین کنید و انتظار خود را به وی روشن کنید. تشکر از این که تا انتهای ویدیو ما را دنبال کردید. منتظر ویدیوهای بعدی از کانال ما باشید.